سلام دوستان، وقتتون بخیر. عضله دلتوئید یا همون شانه از 3 قسمت دلتوئید قدامی، جانبی و خلفی تشکیل میشه. فعال شدن هر قسمت بستگی به نوع تمرین و شیوه اجرای اون داره. معمولا در همه پرسایی که با شیوه مثبت اجرا میکنیم عضله دلتوئید قدامی فعال میشه و بهتره در تمرینات سرشانه روی 2 بخش دیگه تمرکز کنیم. برای تقویت بخش جانبی و قدامی 2 حرکت رو براتون میذارم و پیشنهاد میکنم که اجرا کنید. حرکت اول پرس سرشانه ایستاده با هالتره و حرکت بعدی پرس سرشانه نشسته با دمبله. اما برای تقویت دلتوئید جانبی لترال ریز با شیب مثبت رو بهتون پیشنهاد میکنم. و در آخر برای تقویت دلتوئید خلفی تمرین فلای معکوس رو میتونید اجرا کنید. با تشکر از توجه شما.